بابای من 30 سال کار کرد، بازنشست شد. اما مادرم تو این 20,000 روزی که ازدواج کرده 60,000 وعده غذا درست کرده، 60,000 بار ظرفا رو شست، 40,000 بار خم شد و چای گذاشت جلوی بقیه، 10,000 بار خونه رو جارو زد و 1000 تا زحمت دیگه. خواستم بگم سلامتی اونایی که شغلشون هیچ وقت دیده نمیشه، اونایی که نه پاداشی دارن، نه مزایایی، نه بیمه‌ای، نه تسهیلات رفاهی. سلامتی مامانا و همه خانومای خونداری که هیچ وقت بازنشسته نمیشه. خانه‌دار معنیش این نیست که کلفت و کنیز خونه است، کزت خونه است. نه، خانه‌دار زنی است همه چیز تمام و همه فن حریف که در موقع بیماری همسر پزشک میشه، در موقع بیماری بچه‌ها همسر پرستار میشود، عین پرستار 24 ساعته، دلسوز. در موقع درس بچه‌ها معلم میشود. تو میگی معلمی خوندی، میگی نه احساس میکنم بلدم. این زن همه چیز میداند و میتواند ولی متاسفانه هیچ وقت ارزش گذاری نشده است. خدایش دیگه.